شیائومی داریم با این ایراد دستگاه سی پی یو خورده. اینم شرایط برد دستگاه است. اینم با باتری. خب کارهای دستگاه رو انجام دادیم، مشکلش رو برطرف کردیم. فقط نکته‌ای که وجود داره، خیلی دستگاه رو آرم بود، شاید 20 دقیقه 25 دقیقه گذاشتمش بیاد بالا. کاراش انجام دادیم و با ریبال پردازنده و آی سی حافظه دستگاه مشکل دستگاه رو برطرف کردیم. آی سی هاشو که بلند کردم بعضی پایه‌هاش سرد بودن، یعنی ضربه خورده بودن. به خاطر ضربه این مشکل برای دستگاه به وجود اومده بود و مشکلش رو برطرف کردیم. الان هیچ گونه ایرادی نداره.